بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. چند مطلب بود می‌خواستم به این آقایون شیعیان در ایران تذکر بدم، کمی روی این قضایا فکر بکنم. قرآن کتاب ما مسلمانان دستوراتی است که خداوند به انسان‌ها داده برای هدایت بشر و تکامل انسان‌ها. کتابی است نامش را گذاشتن قرآن، یعنی کتاب خواندن برای همه مردم آمده است. قرآن شریف که کتاب رمز موساد و CIA نیست، قرآن کتاب هدایت است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. کتابی است برای زندگان و هدایت و رستگاری بشر. به همین دلیل اسم آن قرآن است، یعنی کتابی برای خواندن و تدبر در آیات آن و اطاعت از دستورات خداوند، نه اینکه آخوندان رافضی و مشرک برای گمراه کردن و دور کردن مردم از خدا و رسولش و برای اینکه مردم مشرک باقی بمانند آیات را تعبیر و تفسیر میکنند. مثلا میگویند تین و زیتون یعنی حسن و حسین رضی الله عنه، عروة الوثقی یعنی حضرت علی، لؤلؤ و مرجان یعنی فاطمه و علی. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. الذین یعلمون یعنی اهل بیت، لا یعلمون یعنی دشمنان اهل بیت، که منظورشان از دشمن همانا اهل سنت و جماعت است که حالا جدیداً نام وهابی هم گذاشتن، چون آنها را دشمن اهل بیت می‌دانند. انا اعطیناک الکوثر، کوثر یعنی فاطمه. من به عنوان کسی که 50 سال شیعه بودم، از آقای رضوی از قم، آقای روشن از اصفهان، آقای عبدالله از اهواز و آقای حسین از اردبیل و بقیه آدمخواران ولایت فقیه میخواهم با سند و مدرک جواب بدن که این خزعبلات را از کجا آوردند. شهادت ثلاثه در اذان را، مهر گذاشتن در نماز را، حاجت خواستن از مخلوق را و بقیه مسائل را، اینها را از کجا آوردند؟ خواهشمند است در برنامه آقای انصاری جواب بدهید. منتظر جواب هستم. خداوند را سپاس میگویم که با راهنمایی ارزنده جناب آقای انصاری و آقای سلیمانی و سایری اساتید محترم از شرک بت پرستی جدا و به وادی توحید قدم گذاشتم. فاستقم کما امرت. ما موحدین باید استقامت بکنیم و با روشنگری هامون حتی شده یک نفر رو از این جهنمی که این آخوندا ملت رو دارن به سوی اون راهنمایی میکنن و از شیطان پیروی میکنن جداشون کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.